مامانی مهربان، از ظفر آباد منم، از جای آباد منم. سمیره پرویزاده نامو هم نسب داده. در صنف 2 میخوندم، با کتاب مهره ماندم. حاضر صنف 3 شدم، با آزمون راه شدم. شد مؤسسه 1 جای تحصیلم بشد. نامی بابا جان غفور، نموده ما را مسرور. همراه قلا و استاد با ما مهر دل را داد. کتاب راهنمای ما، دیده بینای ما. با آزمونی کتاب خوان رفتم من از دل و جان. غالب آزمون شدم، بس شاد و ممنون شدم. در آزمونی ولایت غالب شدم نهایت. دور جمهوری نموده من را قوی. آمده ام تا پایتخت اگر مدد کند بخت. غالب آزمون گردم، خوشبختی گردون گردم. بر همه داوطلبان خواهم بختی دوچندان. میگویم از دل و جان زنده باد تاجیکستان. دوستان عرض امیدم بر نگار من برید. رحمت بر خاطر امیدوار من برید. یا به من از خاک پایش سرموار آورید. یا مرا در رهگذار شهسوار من برید. زندیار و شهر تنگم، شهریار من کجاست؟ لطف آرید و مرا در شهریار من برید. من قتیل غمزه نوحت نگار گشته ام. پی بدین معنی ز ریحانی مزار من برید. سبزه خطش ببینید و مپرسید از غمم. بر خزانی من قیاس از نوبهار من برید. گر همه خواهید جان آسان دهم هنگامی نصب. جای تکبیر و تلاوت نام یاری من برید. در پریشان روزگاری گر رود عینی ز دهر. جمع بنشینید و یاد از روزگاری من برید. استاد لاهوتی زندگی آخر سرآید. زندگی آخر سرآید، بندگی در کار نیست. بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست. گر فشار روزگار آبد کند مسکین مشو مرد باش ای خسته دل. شرمندگی در کار نیست. با حقارت گر ببارد بر سرت باران دور. آسمان را گو برو بارندگی در کار نیست. گر به شرط پای بوسی سر بماند بر تنت. جان ده و رد کن که سرافکندگی در کار نیست. زندگی آزادی انسان و استقلال اوست. بهر آزادی جدل کن بندگی در کار نیست. مفهوم رد کردن چی معنی دارد؟ جان ده و رد کن. جانت را ده و فکرش را رد کن. بر من اگر مشکل بود گفتن از این آن سخن. مشکل تر از آنم بود دارم اگر پنهان سخن. هر نیک و هر بد دیده ام اندر سخن سنجیده ام. ما را بود ایمان سخن، ما را بود پیمان سخن. با من سخن گو آشکار، در دل مدارش زینهار. از چشم بیرون آرم ار در دل کنی پنهان سخن. خاموشی یک لحظه ام، از این هجا تا آن هجا. از این صدا تا آن صدا، از این سخن تا آن سخن. گفتی سخن با من مگو، جان را جدا از تن مگو. خود پاره شد بندی دلم، شد در دلم طوفان سخن. در عضو من نگر، در سویم کن نظر. خاموشم ببین پر رگرگی شریان سخن. دی یک سخن از یادها گفتم به گوشی بادها. از بادها فریادها پیچید و شد پیچان سخن. کی در نهادم آرمید، آسایش جانم ندید.
این سو و آن سویم کشید آورد بر لب جان سخن. استاد گلنظر ما تازه بهار گل نثاری وطنیم، دلبسته رونق و براری وطنیم. هرچند به هر کنار راه می جوییم، جانی وطنیم در کناری وطنیم. امری وطن از طرز ما شام و سحر، راهی وطن از طرز ما شام و سحر. ما را چو حیاتی به نظیر داده است، پیشی وطن از قرض ما شام و سحر. با عمری جوان حسن و جمالی وطنیم، با دستی هنر اوج و کمالی وطنیم. چون روز و شبان خیالی ما در سری است، ما هم شب و روز در خیالی وطنیم. احمد دیوان را خوندید؟ بله. کو در این باز خواند؟ احمد دیوان در اینجا درباره دیو و اجینه سخن رفته است. احمد از دیوبند از دیو و اجینه نمی ترسید، برای آنکه پدرش به او گفته بود که بابا کلانمان جین و اجینه را قسم دادند که به 7 پشت ما ضرر نمی رسانند. همین آب از کجا می آید؟ این اثر کی است؟ اثر امین جان شکوهی. امین جان شکوهی. چرا نام گرفت آب از کجا می آید؟ برای آن که اسد و صمد در آفتاب بسیار تصفیده بودند، میخواستند که آب بازی بکنند، ولی آب از کجا آمدنش را نمیدانستند. آب از کجا آمدنش را گفتنی رفتند. بعد میفهمند از کجا می آمده؟ از کانال. اما مکتب نرفتید؟ بله. خب نام پدر صدرین اینی که بود؟ سید مراد. چرا او را به مکتب زنانه داد؟ برای آنکه وی در مکتب پسرانه یگان سبق نآموخت. پدرش ضیافت داد و مکتبدار را از مکتب پیش میکنیم گفتند. ولی شما گفتید که ما داستان‌های زیادی از غفور میرزا خوندیم. یک داستان آورده با نام گنجشکک. یکتا گنجشکک بود است، پیشانش قشقه بود است، گوشی چپش خورید است، یک هفته برف بارید است، برفی بلند بارید است، یک قدیمان بارید است. گنجشکک گوش نمانده است، گشنه و تشنه مانده است. بیچاره این سو رفته است، بیچاره آن سو رفته است. این سو رودانه نیست، آن سو رودانه نیست. همه تگی برف مانده است، برف همه را پوشانده است. در یک درخت نشسته است، از گشنگی کرخت شده است، از خنکی یخ شده است، بال و پرش شخ شده است، لیکن حالا نمرده است، در نبض خوابش برده است. خوابش خب سمیرا بانو میدونی که از یاد کرده ای؟ همینجا یک کلمه آورده کرخ شده است. چی معنی داده از گشنگی کرخ شده است؟ شخ شده است. خب داستانی دیگری آورده از اینجا از غفور میرزا داستک. خوش موری کلان و زور بود، بد هیبت و پرخور بود. در آن زمان در آن مکان فرمان برش زنبور بود. یک روز هنگامی بهار زنبور را فرمود مار، در رو برو زردی مخو، از بحر من چاشنی بیار. رو نش زن در رنده را، چرنده را، پرنده را، که از همه شیرین تر است، فردا خبر بین ما مرا. زنبور زود پرواز کرد، قورش سر از یک غاز کرد، گوساله را بزغاله را شیرین گزید و ناز کرد. قورباغه را نیش زد، توف کرد و خود را پیش زد. شما دختر جانو میدونی از استاد ترسونده کدام داستان را خواندی دختر جان؟ سیاه هند. سیاه هند. جان شیرین پارچه. گفتن سیاه هندی کابلی. کودکی خوردی و در حکمی گلی، جسم خوردت را به پشتی هندوکش. کی هوا داد از چی میگردی خموش، یا تو را بختی سیاحت رانده است، بادی افغانی مگر پرانده است. بحری چه کردی تو ای نورس پسر، از سری کوهی سلیمانی گذر. یا کسی گفتد که در هندوستان رزق انسان است چون آبی روان، هرچی میخواهی تو پیدا میکنی، ناز و نعمت ها مهیا میکنی.
میکنی پر دامنت از چارمغز، از بنانها و اپلسین های نغز. تو جنت افسانوی را در نظر خواستی یا از جهان گردان شوی، نوجوان سیاهی هندوستان شوی. این زمین کرده است از دوری کهن، فکری عالم را اسیری خیشتن. در فراق او سکندر شد کباب، بابور و تیمورها خاک و پراب. کرد دگمه برای بحرها، چون حباب خانه برده شیشنا. مردهای انگلیسی دیر باز، رفت و آ دارند مانندی مجاز. کنیم سرودی بافندگان گو دختر جان. دلکم زرداب شد از چقچقی بافندگی، چشمکم پر آب شد از اشتهای کندگی. از سحر تا شام پاچک میزنم در چهچهه، قامتم در تاب شد از کار و باری زندگی. روز تا شام دستگاهم در دمگاهم چق میزند، صبح تا شام کمپیری بیچاره وق وق میزند. صبحی صادق استاکار دروازه تق تق میزند، رنگکم در تاب شد از کار و باری زندگی. دو هفته ای اول دوچرخه نیمچه رسمان تافتم، هفته ای دوم بزر یک جوره کرباس بافتم. از فروشی استاکار یک عین ارزان یافتم، توف کنید ای دوستان بر روی این یابندگی. با دختری بیمار در کنجک کشاکش می کند، کمپیر از بحری پیابه دیگ آتش می کند. بچه یک از گشنگی پا می زند غش می کند، تنکم ابگار شد از کرته های جندگی. سمیرا بونو شمودا набошад муваффақият. ташаккур. аз саволое ки устодо дода буданд ба шумо ҳамаш фаҳмо буданд? қабул? майш ба шумо муваффақият барорӣ кун. من دوست دارمت وطنی نازنینی من، ای حسیت بهانه عشق آفرینی من. آن روزها که دردی تو از حد گذشته بود، گویا که مار می خزید از آستین من. دیگر دلم نمی تپید از درد سختی تو، آه و دریغ و گریه بود آن دم قرین من. اینک منم چلاله بشکفته در برد، در 4 فصل زندگی ای فرودین من. گلواژه های شعر من از عشق تو شکفت، گلباغ سبز طلعتی ای سرزمین من. از جوش عشق تو دلم همواره گل کند، خوش باش سرزمینی پر از یاسمین من. از پشت کوی تو طلوع می سازد آفتاب، روشن جهان همی کند ای مه جبین من. استاد دولت رحمانیان به عشق وطن نباشد، گر هست برای من نباشد، چون خاصی وطن نبود افتاد. حرفیم که در دهان نباشد، با نام وطن بود چو مهرش، در گردن جان رسن نباشد. روزه که با تخته ام بشوید، از پخته اگر کفن نباشد. سازید کفن زی برگ بیدم، زان بیت که در چمن نباشد. زان بیت که با بینایلانه بر فاخته وطن نباشد. به عشق درون سینه تنگ، دل را هوسی زدن نباشد. آن دل که با عاشقی یکتا، با کیست اگر با من نباشد. گویند مرادف وطن چیست؟ عشق است دیگر سخن نباشد. وطن گفتم آمد نوا از چمن را بینازم که نازد چو من. خوشا منظری چشم از ثور روان، با بوی گل و سبزه و یاسمن. بیار ای عزیزی بهار آفرین، چراغ چلاله به دشت و دمن. نشین در برم مهربان، بخیز از دلم انجمن. زی گلشن به گلشن چو گلخنده فراز، به گلخن زی گلشنده گلشن بزن.
کیا با گلم تا بیاید به هم گیاه بیروید که گوید سخن وطن جان وطن جان وطن جان وطن توی جان وطن جان وطن جان وطن. با قدر روزهای عمر شیرین رسیدن خوش بود ای هم نصیبان به دنیا آدمی یک بار آید نباشد عمر انسان همچو باران چرا پس رو سای عمر خود را گه با خواب و خور کوته نمایم نکرده گوش با عرض دل خویش نمیگویم گه چون و چرایم اگر یک روز خود مانیم بی پول بسا به صبر تا روزی معاشیم ولیکن روز سای قیمت خود به غفلت بگذرد آسوده باشیم. کلمه غفلت چی میشه؟ غفلت به خبر. آسوده بودن چی؟ آسوده آرام. در خون من غرور نیاگان نفته است خشم و ستیزی رستمی دستان نفته است در تنگنای سینه حسرت کشیده ام گهواره بصیرت مردان نهفته است خاک ما را جزیره خشک گمان مبر دریای بی کنار و خراشان نهفته است پنداشتی که ریشه من گوسه است در سینه ام هزار خراسان نهفته است. مستان شیرالی من و خواب کوسار بالی پروازم بود نامی وطن میزنم پهلو به ماه و آفتاب از سر هر قله بامی وطن آشیان دورم به تاریک کوهسار از بلندی بینگرم سوی زمین آسمان هر چند سبز و دلرباست دلرباتر نیست چون روی زمین. باشه جون مکتبی کونا خوندی؟ استاد صدرنی. استاد صدرنی. همین باری اول با مکتبی کونا عینی رو کی و چه خیل بود؟ پدرش حولایی در دستشون و مویز کلچه در یک دسترخوان گرفته و نزدیک دامنه بردن و همین خیل عینی در این وقت چند سال داشت؟ 4 ساله 4 روزه 4 هفته اینا و 4 ماه. بعد قبول شد در همون دور؟ بله. با مکتب نگفتن که خور درس دول نمیشه و گفتن لیکن پدرش گفت که از همین 4 سالگیش رو با مکتب میبرین لیکن مادرش رو دلش میسوخت. در داستان هایی که شما در اینجا آوردید از باقی رحمزاده بله. انا چشمش علا شد کنی؟ علی جانی با آداب گوش با من ده مکن خواب با نبود یک پلنگه با یک روباهی لنگه در یک بیشه جا داشتن با هم مراسا داشتن یک جای کار میکردن هر دو شکار میکردن وقتی شکار همیشه روباهی پر اندیشه حیله میکرد و نیرن پیش میگردید از پلنگ صده اگر شد پیدا روباه استاده در جا دومش را می جنبانید پلنگ را می فهمانید پلنگ که نزدیک آمد به غوریدن در آمد روباه می گفت اندکیز اکنون پشم و یالت خیز چشمت سرخ و علا شد دم و گوشت بالا شد دندانها را خنجر کن اکنون هجوم را سر کن. شد بچه جون شد محمد اقبال جان شیرین خواندیده؟ کنی؟ مرزا ترسونزاده جان شیرین اینقدر جنگ مکن اینقدر بیهوده دل تنگ مکن گشته گشته از سفر باز آمدم باز در نزدت با پرواز آمدم هر کجا که خواب کردم خیستم هر کجا که با جایی زیستم این دل من منزل یادی تو بود یادی روی حسن آبادی تو بود به تو نگذشت از گلویم آبم به تو در چشمم نیامد خوابم به تو هر یک روزی من یک سال شد به تو دلغش کرد چون اطفال شد به تو دیدم گرچه زیبا دختران به تو بشنیدم سرودی عاشقان به تو در توی و تماشاها شدم به تو گاها بلبلی گویا شدم به تو در وصف زنان گفتم سخن به تو در مجلس فشردم دستی زن. از سایه هین چی میدونی بچه جان؟
کودک میگشت با قوطی خود در خیابانی لب بحر کبود می توانستی که در چشمان او پی بری از مقصد پنهان او می دوید آن هر طرف با جستجو سوی هر یک ره گذر آورده رو آگهی می داد سیمای پسر کامد از اینجا و از ملک دیگر او نریزانده از خونی ناف خود در همین شهری لب بحر کبود گشت معلومم که افغان بچه است ساده و گمراه و نادان بچه است گفتم ای سیاه هندی کابلی کودک خوردی و در حکم گلی جسم خوردت را به پشت هند کش که هوا داد از چی میگردی خموش سلامت باشی اقبال محمد اقبال جان همین سیاه کی سیاه سیاه یعنی سفر کننده من بلبلم و رو به کوهستان دارم نه غمی بهار و نه زمستان دارم هر جبر و جفای پیش آید به سرم من تکیه به پیرانی کوهستان دارم حکایه راه هست اینجا شما نوشتید فضلالدین محمدی در این که سخن درباره فاطمه و راننده سخن می رود که وقتی که فاطمه به فرخار می رود در آنجا با یک زن می روند و کمی همان زن را در نیمی راه می فراید و همین خیلی فاطمه بسیار می ترسید و لیکن همان مرد بسیار مردی خوب بود در آنجا فاطمه بسیار پیش بینی کرد باز از فضل محمدی از کدام حکایه خواندید؟ جگه حکایه جگه این چه حکایه است؟ حکایه در این که سخن درباره همین جگه نام یک سگه است در این که سخن درباره جمال پدرش مادرش و سگش آن جگه و بیبیش دختر همسایه لینا اما پدرش امکی میشه سگ را از امکی خریده بودن سخن می رود که وقتی که همه جگر آنها به خانه می آرند در آنجا او بسیار عکاس می زد لیکن جمال با او اهمیت نمیداد میگفت که سگی مزدور شده است همین خیلی گم میگفت و وقتی که او جگر می رفت به خانه امکی دیگه به خانه امکی میشه می در اومد و با ریکس جنگ میکرد لیکن ریکس خودش رو محافظت میکرد اثر شاعر و سگی است کی است؟ اتمیر خواجه اینجا شاعر کی است سگ کی؟ حکایه سگ وفا غفار میرزا در این که سخن درباره زن و شوهر و سگ سخن میرود که زن سگ را نمیخواست که سگ در خانه آنها ایستد بعد چی میشود؟ بعد همین سگ به صاحبش برمیگردد یا بله صاحبش خودش میرود و همون سگ را گرفته میآورد همسرش چی؟ همسرش او از خانه میبرد انتخاب میکند سگ را در پوستی سرگذشت صابیر صوتی مرغزاده صابیر چند برادر داشت؟ 2 برادر کیا بودن؟ از برادرش عزیز و مختار همی عزیز بعد عاقبت کاری عزیز چی میشود؟ عاقبت وفا میکند و پدرش هم وفا میکند روزی دفنی استاقیل فضلالدین محمدی روزی دفنی استاقیل آخر همی که با چی انجام می‌یابد؟ مردم با چی خلاصه میان وقتی که میگن چگونه آدم بود؟ عبدالرحمن میگوید که این در حقیقت تنها بوده است و همه خیلی میرن و میبینن که تا همه گوری او را نکنده بودن خیر و همین تابوت رو در زمین میمانند نه عاقبت مردم با چی خلاصه میبینن وقتی که ساقی رو گور میکنن دلکه بعد چی میگوین وقتی که میپرسد چگونه آدم بود؟ بعد یک مسافر میگوید که این بسیار آدمی خوب بود دیگرش میگوید که بله همین خیلی بود و همه برآمده میروند آدمی خوب بود یا استای خوب بود میگن استای خوب بود برای چی یک آدمی خوب نه؟ برای که او آدمی خوب چی کم بودی داشت استاقیل؟ او یک فعل داشت که نمیگفت لیکن همون کارش رو میکرد نمیگفت که دیگر همون کار رو نمیکرد نه یک خصلت منفی داشتم چی بودم؟ استای بسیار هنرمند بودن لیکن چی کم بودی داشت؟ هنر خود رو با کسی یاد دادن؟ نمیخواست محمد اقبال سوالایی که استادا به شما داده بودن همش فهمو بود؟ قبول؟ شما راضی هستین؟ محلش به شما موفقیت خوب